گیلک به کجا میندازی؟ و تا موتر او بر موتر میندازی یا به تا موتر میندازی؟ او بر چی فرمه مونده شدم بابا بگی که کور کرد مار بگی بنده که این موتر خلاص شه بره برات کار کو بره. بنده زلالا بنده پر کو که من باید 4 موتر دیگه ببرم. به خیال پول نمیدم. خلیفه بله به خیال شما خرج خوب بیشتر قبل جان زود باش کار کن بابا جان. مرد بله پول گفته که با تو نمیدم باید 4 موتر رو ببرم. کم یه خوردن نمیاره من گوشنه و تشنه‌ام. بنده موتر پر کو بازای با تو میدم. همین 2 ساعت پیش چای نخوردی تو؟ همینجا بوتل آیا نگاه کن. او پر نکنی با دهن تو نمیره. اونا یا شوروا بره زینا اوه. بگی گیلک بردا. زود باش بگو لالا برار خوب که زود باشه دیگه. انا ما جو تو تنبالی هم هست. با کجا میری بزرگ از این بر جا میکنه از این بر برو از من هر جایی جا میکنی فقط و برار تو پول نمیدم باید سر با کلا میگذاره. چیکار کنم مال است از این برار بیار من خودی کیرایی میکنم به سر کار. شما بگی ما آدمای بیکاریم. ما چون چی رقم چند خواب بتای بیل خو میندازی چیه دو سرنیه. دیگه خوب برو برار خور بیار بندازونه بره به کجا رفت جا میکنه وقت. لالا جان نیه جا نمیکنه به خدا گردن و بند جا نمیکنه. برو سای کجایه برو برار خور بیار. گیلک کجا رفت نه سه که تو اشته میجه ما چه کار کنم دست از این برار ما چی خواهد سیاه سخو کنم من تو سه که تو ما یک نفره این موتر اشتباه کنم. وای ما چه کار کنم حالا من هیچ راه هم بلد نیست. ما چه کار کنم آهو گیلک ای خاک به سر بشه تو ما چی کار کنم دست از این برار جا برو کار کنم بیشتری فرق بیاره باید برفونه. آهو گیلک سر بشه باش بشه بیار اگر دیدی که تو به سر کار آوردم معنی دیگه پیشته میده با خدا شو به صلاح بیام خوب یا مگرم صورت یا به صلاح راده یا مه با فهمیدی سر بده با خود که نگاه نکن بچه موتر مگرم کار کنم بلند دختر همسایه برو ما منزل ما آتش شده به جان و دل ما مور افشان میکنیم بخور گیلک بخور میلو جان گرفت هستی خیلی هستی کجا هستی گیلک؟ با رود بودم برام کجا بودی؟ با رود چه کار میکردی؟ چی؟ چه کار میکردی با رود؟ برفته بدم خودم ما مشاکل ما و عباس برار مزدور بدین رنگ جا کردیم یک موتر جا کردیم یک موتر دیگه نیم کلمون من شکم هم نیم کل گوشنه شد. گیلک تو مرد داری جا کردن هستی؟ نه من میگم که نیم خب شکم رو گوشنه شد کجا میبری؟ چی؟ حالا کجا میبری؟ خوشخوش دیگه میرم سر دیگ نه نسه کنی چی باز کرده گیلک تو دیگه حالا میری تو خونه شکم کنی کنی ها؟ از تو چند موتر دیگه جا کردی؟ کی؟ تو
یک موتر پره یک موتر نیم کله. یک موتر پر یک موتر نیم کله؟ نه یک موتر پره. خب که پره برای خیلی شو. یک موتر دیگه نیم کله. یک موتر نیم کله لالا. نیلی لاسته که خور برای دستتو. همین که جستنکا کردم همین که جستنکا. خودی کی کار میکردی؟ کی؟ خودی کی کار میکردی اینجا موتر رو؟ ما وعباس. تو برار تو؟ ها. یک هم موتر دیگه هم کجا میکردی؟ 5 تا موتر ما مشاغل در زدیم خود بابامه. فهمیدی؟ یکی موتر جا کردی؟ کی؟ نه دیگه یک موتر پره یک موتر نیم کله. همین تو یکی موتر میشه. یکی موتر میشه. 3 موتر دیگه بمونده. 3 موتر دیگه. راد دل ما یخ که. تمامی همین جوگا به چه وارستون بجستون. عباس بگو هم پاتی با زنگوزی که تو دنیا رو بیاد تو شده خوشحال دیده باشه. خدا ما گیده که داده میده بچه خوب. بابا ما گفتم او وقت توفنگ نبود در این جیر خیلی دلن که خدا با ما پسر داده. آره الله کنه دیگه پارکی لگو. تکو. تا پیدم تو بلا سگ دیونه لیسیده بخاطر تا پیناک ماندن تو خیلی زنده بشی. تکو برانه. یک کار دیگه کو. ها. بعد رگلا کو تو رگ جا کرده نمیتونی. ها. شکم من ناده. فهمیدی؟ تو اگر رو خواسته باشی 4 روز دیگه بری موتر رگ جا نکنی. باور کن تو به زنبر کاسه برده نمیتونی. نه بابا. لاغر میشی. زنده بشی. این تنه که تو بیاد به بیننگی چاق کردی فهمیدی؟ یک کار کو بیا برم کچالی بچم. کجا؟ به سرزمینو. که چند پولی بهش تو خیشتو. سیری به پول میدم از تو تا سوم دو خرج تو چند تا داییه؟ 100 تا دایی 200 بوجی کچلو هم به تو میدم. 200 بوجی؟ همین کچلو رضایی که ما واسه اما آشغالا امنا هم به تو میدم بالا. خوک سده نبود که. نه دیگه برام کچلو رضا خوب مردم جوش میدم میخورم چاق میگم. اونا که بخوری 4 برابر میشی. نه بابا. چاق میشی. بابا خودی 100 تا دایی. 100 تا دایی هم به تو میدم. بله اما میری. 100 تا دایی که چند تا 20 میشه؟ بابا دیگه سیری به میشه 100 تا دایی دیگه 4 تا 20 با چی کردی؟ بله حالا گنده تو به خاک شه من دیگه خواهی تو به سر کار میرم خدا من از سرا بیری کنه دیگه خواهی تو به سر کار برو بگو عباس هیچی چه کار میرم به سرا چرا به سرا میری؟ چه کار کنم؟ چرا رگار بار نکنی؟ شما خوب کسی خودی مری کنی که برای خودی ما کار کنه چرا چیکار کرده؟ خدایی کارگریه به درد مردم میخوره نه چرا چیکار کرده؟ بابا یک موتر بار کردیم بردن خرید کردم موتر دیگه بیا نیم کاله بوده که گیلک خود نیم بجان جا شد بجز برفت خب میگه دوبیل بنده که زودتر خلاص شه من نمیتونم گوشنه ام توشنه ام هوا گرم میتونه هم دوبیل دیگه که بنده قدام پشت موتر من میرم پشت موتر نگاه میکنم یک وقت میبینم از رودم تیر شده پوک بدن میتونه نمیجه همیت میجه که بابا هر چی میگم پشت سر خود نگاه نمیکنه یعنی شما دیگه کجا رای کن که شما موفق شما کار خوب من کار نمیکنم این 5 متحرک دیگه ما مشاغل چی رقم بده که شما 5 متحرک هم بار کرده نتونستی شما از مشاغل بپرسین ببین کدوم یک کار میکرد کدوم یک کار نمیکرد خب من یک نفر آدم دیگه میتونست موتر برو کنم مشاغل برو بچیم برو برات کار خوب گفتم برات برو خوب برو وای شما آدم کارگر نه گفتم خوبم میرم کجا شما رای کنه که موفق شیم ولی کار خوب ولی روزگار خوب ما فقط لقمه تیار کن بدن شما کن اون پلو یک موتر شما بستوندم چی خلاص خیر خوردن دیگه چی وظیفه دارین یک موتر بار کردم پلوی بستوندم ولی کار کرده خود بکشیم یک موتر بار کنیم بابا این لیلا من فقط نوکر از اینو من میگم اون خر اونجا بسته بدی خر بار کنم میگه نه تو با کیف تا خوکو ببر حالا با پتو اگه ببرم با بوجی نگر و کیفتا میکنه بعد کن خودی بیا پتو خورم مردانه
کجا میگه گیلا 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 گیلک صبر کو گیلا تو صبر کو